اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. خلیفه سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در نشست علما و بزرگان در کابل گفت افغانستان طی 2 سال گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته است و در بسیاری از بخش‌ها به خودکفایی رسیده. معاونت اقتصادی ریاست الوزراء از گزارش اخیر بانک جهانی که به پیشرفت‌های اقتصادی کشور اشاره شده استقبال کرد. این معاونت گفته اگر جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، محدودیت‌ها را رفع و سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد کند، کشور در بخش‌های اقتصادی پیشرفت‌های قابل ملاحظه خواهد کرد. وزارت امور داخله ادعای عفو بین الملل در مورد نصب کامراهای امنیتی در کابل را رد کرد و گفت که امارت اسلامی متعهد به حفظ امنیت و حقوق شهروندان خود است. بر اساس فرمان رهبری وزارت دفاع ملی تمام نیروهای این وزارت مکلف اند تا هنگام اجرای وظیفه یونیفرم نظامی بر تن داشته باشند. وزارت دفاع ملی میگوید در حال حاضر از یونیفرم قبلی استفاده می شود، اما در آینده رنگ این یونیفرم تغییر خواهد کرد. وزارت آب و انرژی میگوید از میان 411 پروژه که برای اعمار بندها برای 5 سال برنامه‌ریزی شده است، 137 پروژه آن آغاز شده است. شهروندان از تلاش‌های امارت اسلامی مدیریت و تطبیق بهتر سیاست‌های پولی در قبال افزایش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی استقبال می‌کنند. هلال احمر افغانی روز جمعه به 300 خانواده سیلاب زده در شهر میدان مرکز ولایت میدان وردک غذا اهدا نمود که به هر خانواده 100 کیلوگرم آرد، 24.5 کیلو برنج، 10 لیتر روغن، 8 کیلو حبوبات، 5 کیلو گرد، 2 کیلو نمک، 1 کیلو چای و 1 بسته بیسکویت داده شد.